دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با هم بریم داستان و راز گست متیک رو با هم ببینیم. همونجوری که میبینید این صحنه از مدرن وارفار 2 هستش که گست میمیره. حالا خودتون مشاهده کنید میفهمید چی داره میگه. یه راز خفن که واسه هر کاراکتر متیک توی بازی کال آف دیوتی موبایل بودش بر گست هم هستش، اما کال آف ازش اعلامیه‌ای نداده. پس من میخوام به شما بگم. خب آقا، اینجا گست رو میبینیم که داره، نمیدونم اسم یارویی که ما در نقشش هستیم چیه، چون خودم پلی ندادمش. گست ما رو بلند میکنه، سفینه شپرد هم میاد روی زمین و این شپرد لعنتی یا هم کاپیتان شپرد لعنتی مقصر همه این جریاناست و اونی که ما در نقشش هستیم میزنه میکشه. گست هم میخواد تفنگ در بیاره، میزنه میکشتش. حالا آقا ما تو نقشه میگیم ور نداره آرمارمون و اینا و همین. الان ما چیزا مامورا ورش میدارن و بچه کلی حرف داریم با هم بزنیم، حال کنیم، عشق کنیم. این خودمونیم که میندازیم، اینم گسته که میندازن بچه ها. و حالا جوری از آب در میاد که تریلر گست متیک همون شکلیه. میان روی ما بنزین میریزن. این شپرد لعنتی هم داره این سیگار میکشه، بعد میاد این سیگار رو میندازه رو ما و آتیش میگیره. طبق معمول همینه آقا، تریلر گست متیک اصلیش هم همینه. حالا ما میخوایم الان بریم تریلر گست متیک رو با هم ببینیم. این عکسش نمیدونم چرا اولش اومد. دقیقا همونه و ما یکم جلوتر آقا یه سری تصاویر میاد قشنگ با هم در مورد اونا خوشگل حرف میزنیم آقا. خب اولین چیز گستی که مرد این شکلی بود و گستش گست نبود جز گست لوز انز. کسی که روی ما بنزین ریخت تو مدرن وارفار همون کسی نیستش که بنزین ریخته تو ما و کاملا این یه صحنه جداه. کسی که مرده شبیه گست نیست و کسی هم که بنزین ریخته این یاروه که خیلی من میگم شبیه به این اسکینه آقا. کاپیتان شپرده که حالا اسکینش هم الان میاد و بچه ها مثل این که کاپیتان شپرد همه ماموراشو میکشده و از این گست لوز اند یا همون کسی که مرده گست متیک میاد بیرون، گست آتیشی. حالا راز گست متیک رو بریم با هم ببینیم. این حالا گیم خودمه، میرید توی نقشه‌ای که حالا بهتون میگم، جایی که حالا هیت هست، هلیکوپتر یخزده گست میتیک رو میبینید یا بهتر بگم گست رو میبینید. یه انمی اومد خیلی بد زدمش آقا، M13 ازت ناراحت شدم. نگاه کن خوابیدم رو زمین نمیره بالا، خدا رو شکر بات بود. خب حالا لوتش میکنم. حالا بحث از اینا رو ول کنید آقا. همونطور که میبینید الان با گست متیک با گست لجند یه دستی میدیم، نگاه ظاهرش کنیم میفهمید کاملا گست متیکه و بعد ماسک گست متیک میفته این زمین. پیکاپش میکنیم آقا. پینگم بس شد یه ثانیه و بعدش من رفتم تو گردون تا بهتون نشون بدم. آقا من یکم لگ خوردم تو این بازی. پیام چی میگه خدای من تاب بکنم. این آقا این بغلی من یه خطی کشیدم، اگه ببینیدش این بکپکر رو که بزنید گزینه استوری میتونید با اون ماسکایی که اون بالا دارید استوری گست متیک رو بدون داشتن خود کاراکتر آنلاک کنید. بریم یا بررسی کوتاهی هم از گست لجند داشته باشیم که این شکلیه و روحش این شکلی بود. خب دوستان اینم بود از این ویدیو. لایک، دنبال، کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.